تو میونه شلوغی و نمایش نگاه ما به صحنه جلب میشه که نه فقط یک سرگرمی بلکه یه بازتاب از تسلط نیروهای بیگانه و سکوت تحمیلی به مردمه. مردا و زنا تو اطراف صحنه جمع شدن. سربازای هندی و انگلیسی از دور ناظرند و همه چیز حالت نمایشی داره. انگار که شهر خودش به یک صحنه نمایش سیاسی بدل شده. اینجا مخاطب حس میکنه که شادی سطحیه و در پس پرده یه حقیقت تلخ دیگه‌ای جریان داره. سلام، من سمانه هستم و امروز فصل 3 رمان سووشون رو با هم میخونیم. توی فصل 3 ما وارد فضای تازه‌ای میشیم که بر محور نمایش و جشن توی شهر شکل میگیره. این فصل با تمرکز بر حضور اشراف و سربازای بیگانه و مردم عادی یه تضاد آشکاری رو بین قدرت‌های مسلط و زندگی مردم نشون میده. فضای شادی و سرگرمی وجود داره، اما توی بطن خودش تنش‌ها و فشارهای سیاسی و اجتماعی پنهون کرده. بریم که با هم بشنویم. سفره رو که جمع کردن، زری برای شوهرش قلیون آورد. خسرو سر نهار بی آروم بود و وقت که میگذشت بی آرومترم میشد. حتی به نظر میرسید که یه اشک ته چشمشه، اما سعی میکنه که نذاره بریزه. زری 2 قلوها رو خوابوند و به تالار برگشت که قلیون رو برداره. خسرو توی تالار راه میرفت. نگاه پدر بهش بود. میپرسید این مقدمات رو برای چی فراهم کردیم؟ خسرو غمگین جواب داد که نترسه. فقط برای ترس نبود. خسرو کنار پدر نشست و گفت هر روز که نلبند می اومد خودم پاش رو بلند می کردم. اوایل خیلی می ترسید و رم می کرد. مخصوصا وقتی نلبند میخ میذاش کف پاش. البته روزای اول آهسته چکش می زد، اما دیروز خیلی محکم زد. خب این کارو کردیم که کره موقع نلبندی هم نترسه هم پاشو پس نکشه که میخ توی گوشتش فرو بره. حالا امروز خودم پاشو بلند میکنم، همونطوری که قابله اسبتم خودم بودم. و رو به زری که نشسته بود گفت قلیونو گذاشتی جلو، انگار میخوای بکشی. زری پوکی به قلیون زد که سرفش گرفت و منصرف شد. خسرو پرسید پدر اجازه میدی منم بیام تماشا؟ البته، مگه وقتی دنیا اومد نبودی؟ چرا؟ خوب یادمه. سحر همون لحظه پا شد وایساد. مادیان نافشو با دندون برید و شروع کرد به لیستیدن و بو کشیدنش. شما هم عباتون رو انداختین روش که سرما نخوره و بدنش رو مالش دادید تا غلام پتو رو آورد. بعد خندید و افسود خیلی شیطون شده. مادرش رو دندون میگیره، بعد پشیمون میشه و میلیسدش. و بعد پرسید پدر چرا من انقدر سحر رو دوست دارم؟ همش دلم میخواد حرفش رو بزنم. توی کلاس که نشستم همش خدا خدا میکنم زودتر زنگو بزنن که من برسم خونه و با سحر بازی کنم. پدر گفت دوست داشتن که عیب نیست بابا جان. دوست داشتن دل آدم رو روشن میکنه، اما کینه و نفرت دل آدم رو سیاه میکنه. اگه از حالا دلت به محبت اونس گرفت، بزرگم که شدی آماده دوست داشتن چیزای خوب و زیبای این دنیایی. دل آدم اینه یه باغچه پر از غنچه است. اگه با محبت غنچه ها رو آب بدی باز میشن. اگه نفرت ببرزی غنچه ها پلاسیده میشن. آدم باید بدونه که نفرت و کینه برای خوبی و زیبایی نیست، برای زشتی و بیشرفی و بی‌انصافیه. اینجور نفرت علامت عشق به شرف و حقه. خسرو اندیشناک گفت بابا باز از کلاس 5 ابتدایی به بالا حرف زدی. یوسف پرسید نفهمیدی چی گفتم؟ چرا فهمیدم. گفتی دوست داشتن سحر عیب نیست و بعد گفتی بعد غنچه ها رو آب بدم. زری خندید و گفت تا تو منع مو کردی مو شمردم 130 موچه که رفته توی سوراخو. و رو به خسرو گفت به عقیده من تو پاشو برو خونه خانه‌مو پیش هرمز. سحر رو که نل کردن برگرد. یوسف گفت نه زری، خسرو باید بدونه که سحر برای کفش پا کردن باید چند تا میخواد تحمل کنه. باید بدونه که تو این دنیا رنج و درد. خسرو پرسید پدر خیلی دردش میاد؟ یوسف گفت
نه، مسئله مهم ایستادگیه. عادتش دادیم که برای چند لحظه دست از شیطنت برداره و تحمل کنه دیگه، در حالی که از پای دیگه. خسرو باز کلام پدرش رو قطع کرد و گفت: پدر، اون اسبای گله که قصهشون رو گفتید دهنه و نل که ندارن. واضحه که ندارن. زری پرسید: قصه چی بوده؟ یوسف گفت: خودم هم یادم نیست. خسرو پا شد، ایستاد و گفت: یادتون نیست اون شب تولد سحر اون قصه رو گفتید؟ بعد از اون شب من و غلام خیلی درباره اسبای گله حرف زدیم. غلام میگه بابات اینا رو به هم بافته تا تو دیگه گریه نکنی. زری خندید و پرسید: داستان چی بوده؟ پدر، من میگم. پدرم وقتی مهمون ایل بوده، یه شب مهتابی که هوا همچین صاف بوده و آسمون همچین ستاره داشته، پدرم اینو میرن شکار. یهو توی دشت خیلی خیلی بزرگ یه گله اسب وحشی میبینن. اسبای نر یه دایره خیلی خیلی بزرگ زده بودن. پشتشون به مرکز دایره بود و روشون به سمت دشت. یه مادیانی هم که میخواسته بزاد توی وسط دایره تو حلقه اسبای نر وایساده بوده. اسبای نر خجالت میکشیدن نگاه کنن، چون که هر کسی که میزاد بچه یه جای خیلی خیلی بدش بیرون میاد. پدرم اینا نزدیک نرفتن وگرنه اسبا بهشون حمله میکردن. اسبا اینجوری ایستاده بودن که خیال مادیان رو راحت کنن وگرنه مادیان میترسیده. آخه ممکن بوده یه حیوان وحشی به کرش حمله بکنه. راستی یادم رفت بگم، یه مادیان با تجربه هم با ماماچه پهلوی مادیانی که درد میکشیده وایساده بوده. یوسف پرسید: من گفتم بچه جای خیلی؟ خسرو جواب داد که نه، اینو غلام گفت. و غلام با کلاه نمدی همیشگیش تو اومد. خسرو پرسید: نلبند اومده؟ غلام رو به یوسف جواب داد: زنش اومده، میگن تب کرده افتاده. عصر غلام با 2 طبقکش اومد. 2 سینی مسی پر پر و پیمون از نون و خرما با پوششی از سفره قلمکار در انتظار طبقکشا روی لبه حوض جلوی عمارت بود. عمه خانم چادر به سر کنار یکی از این سینیان نشسته بود. حاج ممرزای رنگرز دم در باغ قدم میزد. اما حسین آقای عطار اومده بود تو کنار نارنجستون به تماشای شکوفه‌های بهار نارنج ایستاده بود. زری یه هفته میرفت زندان و هفته دیگه میرفت دارالمجانین و همیشه هم یه داوطلب پیدا میشد که برای ثواب به جایی بره که خود زری اون هفته نمیرفت. و وقتی هم که هیچ داوطلبی نبود، حسین آقا و حاج محمد رضا همسایه هایی بودن که روز مبادا همسایه ها رو دست تنها نمیذاشتن. زری تا همین یه لحظه پیش پا به پای خدیجه کلفتشون و عمه خانم خرما لای نون میذاشت و حالا پشت میز آرایش داشت ایستاده بزک میکرد. از پنجره اتاق خواب میتونست باغو ببینه و گوشش به صداهایی بود که از باغ میومد. شنید که عمه از یکی از طبقکشا پرسید: خب چند میستونی؟ طبقکش اولی که مخاطب بود جواب داد: کجا باید برم؟ عمه خانم گفت: ارگ کریم خانی 2 ساق خانه. طبقکش گفت: خدا عمرت بده، پول نمیخوام، نون خونگی بده. طبقکش دومی گفت: من کجا برم؟ عمه گفت: تو میری دیوونه خونه. طبقکش دومی گفت: به منم نون بده. زری دست کشید به صورتش رو پودرا رو یه نواخت کرد و به ایوون برگشت. عمه خانم توضیح داد: زن داداش به جای کرایه نون میخوان. زری گفت باشه و رو به غلام گفت: نفری 10 تا نون بهشون بده. طبقکش اولی گفت: راه من دورتره ولی باشه، اون بچهش مرض گرفته، همین مرضی که میگن قشون خارجی نطفشون رو تو آب انبار وکیل ریختن. عمه گفت: پناه بر خدا. حسین آقا گفت: خودشون کم بودن، مرضشون رو هم آوردن. طبقکش اولی گفت: شما برای زندانیا و دیوونا شب جمعه خیرات میکنید، اما هیچ کس برای ما که دم دستشونیم خیرات نمیکنه. طبقکش دومی گفت: خدا عوضشون بده، خدای ما هم کریمه. غلام نونا رو آورد. هر 2 طبقکش لنگایی رو که چنبره کرده بودن و در دست داشتن باز کردن. نونا رو به دقت توی لنگا بستن و لنگا رو به کمراشون جوری بستن که شکماشون پیش اومد. زری پرسید: پس حالا چی رو سرتون میذارید؟
طبقکش اولی گفت اگه این کارو نکنیم نونا رو ازمون میقاپن. اونم نون خونگی، از بوش دل آدم مالش میره. خوب کردید روی سینیا رو سفره انداختید. زری گفت با درشکه میرید، توی یه قدم دو قدم راه کسی نون از شما نمیقاپه. همون طبقکش اولی گفت مثل این که خانم اهل این شهر نیستن. زری گفت غلام، لنگ آقا و لنگ خسرو رو از خدیجه بگیر و بده چنبره کنن. نمیشه طبقا روی کله لختشون بذارن. صدای ماشینی اومد که در باغ ایستاد و بوق زد. ابوالقاسم خان رو دید که با پسرش هرمز تو اومدن. فکر کرد خدا مرگم بده، من که هنوز کارامو نکردم. و دوید تو. لباس خونش رو به شتاب در آورد. بلوز پشمش رو به تن کشید و دامنش رو پوشید و دنبال کفشاش گشت. صدای خانکاکا رو شنید که گفت صاحب خونه ها معطلی دارید؟ و بعد صدای عمه اومد که میگفت عجله نکن، اولین روزیه که خودش نظرشو نمیبره، اونم محض خاطر تو. و باز صدای خانکاکا اومد راه دوره، بعد سر 5 بعد از ظهر اونجا باشین. عمه پرسید مگه دم سید ابوالوفا نیست؟ نه همشیره، یه فرسخ بالاتره. عمه گفت بیا تو هم یه ثوابی بکن و این بنده های خدا رو خلاص کن تا اونا حاضر بشن ما رو با ماشینت بفرست. تریه که دیر میشه همشیره. زری داشت موهاشو شونه میکرد. اندیشید الانه که خواهر و برادر به جون هم بیفتن. صدای هرمز رو شنید که پادرمیونی کرد. عمه جون میخواید من برم؟ من دوست دارم با زندانیا حرف بزنم. با حسین آقا 3 بار رفتم، مگه نه حسین آقا؟ و صدای خشمگین خانکاکا اومد که تشر زد باز حرف مفت زدی بچه؟ خانکاکا اومد لب ایوون و به خنده خطاب به زری پرسید زنده داشت چند ساعت جلو آینه ای؟ کو داداش؟ کو خسرو؟ زری جوابی به خانکاکا نداد. گوشش به صدای عمه بود که گفت را بیفتیم حسین آقا، کمک کنید طبقه رو روی سرشون بذارن. خود سرجنت زینگر اومده بود به پیشوازشون و با هم از کنار مزارع سیفیکاری گذشتن. زری گرمش بود. اما میدونست که شب سرد میشه. با خانکاکا جلوتر از همه میرفت و یوسف و زینگر به دنبالشون میومدن. خسرو و هرمز عقبتر از همه با هم بودن. از مزرعه گذشتن که کاهواش به ردیف عین سربازای یه هنگ زیر لایه‌ای از غبار ایستاده بودن. بعد از مزارعی که دار و نداره کال و رسیده خودشون رو از بوته‌های خیار و بادمجون و گوجه و هندونه بر آفتاب پهن کرده بودن. خانکاکا گفت موقع آبشونه. دست چپ مزارع سربازها و افسرا زیر چادر نشسته یا ایستاده بودن و ماشینا و کامیونها به قطار و تک تک کنار چادرها پراکنده بودن. زری صدای یوسف رو شنید که گفت کفاف کی دهد این باده ها به مستی ما؟ و بعد صدای سرجنت زینگر که پرسید چه معنی می دهید؟ خانکاکا ایستاد و رو به اونا کرد و زری هم مجبور شد بایسته. ابوالقاسم خان رو کرد به سرجنت زینگر، چشاش رو به هم زد و گفت عرض کنم به حضور با سعادت جنابالی، مقصود داداش من اینه که 1 گیلاس ویسکی میچسبه، اما آدم با 1 گیلاس تنها که مست نمیشه. و یوسف رو به جلو خودش همدوش زینگر به راه اومد. مهمونا رو به چادر عظیم سرفرماندهی هدایت کردن. از پس خانکاکا عجله کرده بود، زود رسیده بودند. تو چادر با خانم حکیم و یه افسر اسکاتلندی سلام و تعارف کردن. کنار چادر روی میز نقشه ایران پهن بود. خانم حکیم تو چادر راه میرفت و از روی کاغذ مثل اینکه چیزی رو از بر میکرد. زری نگاهی به نقشه انداخت. اونقدر علامت‌های جور و جور و رنگارنگ روی نقشه بود که اگه آدم علامت‌ها رو هم میشناخت باز گیج میشد. یوسف سراغ نقشه رفت و خانکاکا هم آشفته دنبالش را افتاد. یوسف گفت عجب لط و پارش کردن. خانکاکا دست گذاشت به بازوی برادرش. یه سرباز هندی با سینی پر از جام‌های شربت‌ها و مشروبای رنگارنگ به چادر اومد. زینگر هدایتش کرد به سر میز نقشه. به یوسف گفت حالا نوش میکن. هر 3 یکی جام برداشتن.
زینگر جامش رو بلند کرد و گفت به سلامتی ایران، خیلی بزرگتر از فرانسه و تهران بزرگتر از ویشی. یوسف سرش رو روی نقشه برداشت، بهش نگاه کرد و گفت ولی بدبختانه ما نجنگیدیم. خان کاکا چشاش رو به هم زد و گفت چه عرض کنم که آب مدنی ویشی برای سوء هاضمه. زینگر حرفش رو برید و یوسف پرسید چرا بدبختانه میگفتی؟ یوسف جواب داد که چون که عواقبش رو داریم میکشیم، به اینکه مزه قهرمانی یا شکست شرافتمندانه رو چشیده باشیم. زینگر به خشونت گفت اگر توانست جنگ کن دیگر. پیدا کردم این لفظ کوب است. پوشالی بود. وقتی دریدیم کون نداشت. عوض کون کاه پر کرده بودی. یوسف بی اختیار خندید و دست به شونه زینگر گذاشت و گفت زینگر عزیز، خودتون میدونستین خون نداره و زشتی و ابتذالش هم تو همین بود. حتی نمیدونستیم نباید بجنگیم تا اگه شکست میخوریم شکستمون هم غرورآمیز باشه. زینگر دست به علامت ایست جلوی صورت یوسف گرفت و گفت برر، یواش یواش بگو تا من پیروی کنم. خان کاکا چشاش رو به هم زد و گفت کاریست گذشته و سبویست شکسته. زینگر به خشم گفت تو شعرگویی میکن و حواس مرا پرت میکن. افسرهای دیگه انگلیسی و اسکاتلندی و یه افسر هندی و مکماهون به چادر اومدن. هرمز در گوش زری نجوا کرد. اگه آقای فتوحی اینجا بود دستش رو به طرف عموم دراز میکرد و میگفت مرد چنین باید. ما رو کش با جلال الدین متکبرش. اگه عمومو میدید. اما حواس زری به زینگر بود. دید که زینگر بازوی ابوالقاسم خان رو گرفت و شنید که به برادرتان اندرز کنید. شما نعمت میدهید. بدهیدش به ما. این نعمت مال همه، مال بشر. این همه برای شما زیاد. یوسف خندید و گفت عین بی پی. مثل اینکه زینگر جا خورد. صورت و گردنش قرمزتر از پیش شد. جامش رو گذاشت رو نقشه و گفت شما بلد نبود. شما لازم نیست. ما در آورد. رسان به آنها که لازم شد. و ناگهان دوستانه شد و جامش رو برداشت و گفت به سلامتی. حاکم با کلونل لوچ از جلو و عروس و داماد تازه و گیلانتاژ به دنبالشون به چادر اومدن. افسرها خبردار ایستادند و حاکم به همه سر تکون داد. رئیس قشون، مدیران روزنامه‌های شهر و رؤسای ادارات همه با زناشون کم کم اومدن و چادر رو قلقله کردن. بوی پا و الکل و عرق بدن و عطر زنا با هم قاطی شده بود. حالا دیگه 3 سرباز هندی خدمت می‌کردن. زری به خسرو و هرمز اشاره کرد و هر 3 با هم به طرف گیلانتاژ رفتن. تصمیم داشت دست از رو برداره و درباره گوشواره‌ها گوشزدی بکنه. خسرو و هرمز رو به گیلانتاژ معرفی کرد. دختر دست دراز کرد و لبخند زد. هر دو گونه‌اش چال افتاد. تازه عروس با کلاه حصیری لب پهنی که سر گذاشته بود و عینک سبز آفتابی به سمت اونا اومد. گفت زری جون، یه دنیا تحفتون متشکرم. همیشه اونا رو به یادگار نگه میدارم. زری حیرت زده نگاش کرد. از کی تا حالا اینطور جیجی باجی دختر حاکم شده بود که خودش هم نمیدونست. تو عرض 3 سالی که اونا به شیراز اومده بودن رو هم رفته 3 بارم ندیده بودتش. خب بگو 4 بار و با شب عقد کنونش 5 بار. دهن باز کرد که بگه چه تحفه‌ای، اونا رو عاریه کردن. اینم خواهرت حی و حاضر. اما صدا از میان 2 لبش در نیومد. توی دلش به بی‌عرضگی خودش نفرین کرد و اندیشید زنای پخمه‌ای مثل من هم چنین بایند. تازه عروس نگاهی به هرمز و خسرو کرد و گفت زری جون، نمیدونستم پسرایی به این بزرگی داری. تو به این جوونی خوشگلی به همه بگو برادرای من، نگو پسرای منن. خسرو در جواب پیش دستی کرد. هرمز عینکی پسرعمومه. هرمز سرخ شد و عینکش رو از چشم برداشت. اما زری میدونست که بی عینک هیچ جا رو نمیبینه. خواست بیدرنگ بره تو دل پسرش و حق بیادبیش رو کف دستش بذاره.
هرمز عینکی، هرمز تاریخی. به پسرعموی بزرگترش، اونم جلوی آدمهای مکش مرگ مایی مثل دختر حاکم، این بار تازه عروس پیش دستی کرد. هرمز خان، شما پسر میرزا ابوالقاسم خان هستید، درسته؟ خدمتشون ارادت دارم. چقدر ما رو خجالت دادن. عجب مرد نازنینی. ما رو از خنده رو دبر میکنن. خجالت نکشید، عینکتون رو بزنید به چشتون. خود منم عینکیم. حتی عینک آفتابیم هم نمره داره. دیشب بی عینک پدرم در اومد. صدای طبل و شیپور اومد و کلونل و حاکم از جلو مهمونا به دنبال از چادر در اومدن. زری احساس میکرد به قتلگاه میبرنش. به محوطه وسیع سرگشوده‌ای رسیدن که صندلی‌ها رو به شکل نعل اسب چیده بودند و صندلی‌ها از هزارها تن سربازی که بیشترشون هندی بودن پر بود. افسری که پشت سر کلونل راه میرفت فرمانی داد و همه ناگهان برخاستند و چه سر و صدایی را انداختند. با چند تا تخت وصله به هم صحنه‌ای درست کرده بودند و روی صحنه قالی پهن کرده بودند. اطراف صحنه 5 بیرق تکون می‌خورد که زری از میون اونها فقط بیرق انگلیس رو شناخت. خانم حکیم اومد روی صحنه، جلوی بلندگو. تخت زیر پاش صدا می‌کرد. از روی کاغذی که دستش بود به فارسی خیر مقدم گفت. صداش می‌لرزید تا به خودش مسلط شد. دندونای زردش توی آفتاب دم غروب زردتر به نظر می رسید. از مجموع حرفاش زری اینطور فهمید که برای مشغول کردن فرزندان جنگنده‌شون که به شهر گل و بلبل برای مرخصی اومدن نمایشی ترتیب دادن تا اونا رو با روحیه قوی به جنگ غول فاشیسم بفرستن و شیطان رو به جهنم بفرستن و اینکه از مهمون نوازی ایرانی‌ها متشکرن که جنگ رو بر علیه این شیطان یعنی هیتلر آسون کرده و گفت که هیتلر میکروبیه و سرطانه و باید این قطعه سرطانی رو در بیارن. آخه خانم حکیم نه تنها ماما بود، جراح هم بود و دست به کارش هم خوب بود. علاوه بر اینا به قول خودش بشارت هم میداد و هدایت هم میکرد. هر شب زاوها و کاردی شده ها و کس و کارشون رو به خط میکرد و براشون فیلم میداد. البته فیلم صامت. چوب درازی هم دست میگرفت و اشاره به آدم‌های فیلم میکرد و به فارسی کج و کلش توضیح میداد که این عیسی مسیح میباشد، این مریم مجدلیه میباشد، این یهودا میباشد. بعد هم با همون فارسی موعظه میکرد و مخصوصا از شیطان و آتش جهنم حرف میزد. زری همه جورش رو دیده بود اما این جورش رو ندیده بود. واقعا چرا یه ماما و جراح و بشارت دهنده از چنین جایی باید سر در بیاره؟ لابد اون شیطان با شیطانی که فرزندان جنگنده میخواستن به جهنم بفرستن سر و سری داره. فرزندان جنگنده هم بیشترشون هندی هن. به قول خانکاکا آش خودشون رو میخورن و حلیم دیگران رو هم میزنن. اما مردم شهر ما این شیطان اخیر رو امام زمان لقب دادن. بارها به گوش خودم شنیدم. مکماهون به صحنه اومد و با ورودش صحنه روشن شد. یک شنل قرمز روی دوش انداخته بود و چکمه سیاه به پا داشت. شبیه یه بازیگر اول سینما شده بود که زری هر چقدر فکر کرد اسمش رو یادش نیومد. اما حیف که چاق بود. به انگلیسی حرف زد و زری از شوخیاش چندان چیزی دستگیرش نشد. اما دنبال هر 2-3 جمله‌ای که میگفت صدای قهقهه افسرا و بیشتر سربازا به فلک میرسید. حتی خانم حاکم و رئیس قشون هم گاه به گاه میخندیدند و خنده یکی از مدیرای روزنامه‌های شهر از همه بلندتر بود. لابد این خنده ها برای مهمون نوازی یا قلقلک دادن غول فاشیسم بود وگرنه زری توی شهر به انگلیسی دونی مشهور بود و یک کلمه هم نمیفهمید. بعد مکماهون با ادا و اصول شعر خوند. مضمون شعر این بود که سربازی توی غربت دختر بیگانه ای رو به دام میاره و از اون تا میتونه تلکه میکنه. کفش بده، کلاه بده، 2 قاز و نیم بالا بده. اما وقتی دختر میگه آبستنم بیا منو بگیر، اعتراف میکنه که زن و بچه داره. گهواره خیالی رو تکون تکون داد. دست روی گردن یک زن خیالی انداخت و زن و بچه دارم و به فارسی هم گفت. تماشاگران خندیدن اما نه چندان به قهقهه.
بعد شعر خودشو خوند. شعر درخت استقلال. درباره درخت عجیبی که قوت خودش رو از خاک و خون میگیره. این درخت باغبونی داره که قیافش شبیه پیغمبراست. باغبون از میان همه درخت‌ها عاشق همین یه درخته. هنگام آبیاری وقتی صدا میده که خون، همه مردم دور درخت جمع میشن و رگ دستشون رو باز میکنن. این درخت سایه خنک و بزرگی داره. همه مردم زیرش میشینن و قصه دلشون میره. مردم میوه و برگاشو خوش میکنن و میسایند و به چشم میکشند و غرور و امید و اعتماد به نفس تو دلشون خونه میگیره و بزدلی و بدگمانی و دروغ دست از سرشون بر میداره و همشون هم آدمایی میشن با تمام صفات مردی و مردونگی. بعد نمایش شروع شد. یه مرد ریشو و عمامه‌دار هندی با لباس سر تا پا سفید اومد و چهارزانو روی صحنه نشست. بلنگو رو پایین آورد و شروع کرد توی یک نی دمیدن. از سوراخی که جلو روش قرار داشت و زری تا اون وقت متوجهش نشده بود، یه زن سیاه سوخته چند بار سرک کشید و زبانک انداخت. وسط دو ابروش رو خال قرمز گذاشته بود. زن بالا اومد و کنار مرد ایستاد. ساری زرد رنگی که حاشیه زردوزی داشت تن کرده بود. هی جیغ جیغ میکرد. خیلی صداش زیر بود. زنک حتی پیر بود، اما وقتی دستاشو تکون میداد علنگوش جلینگ جلینگ صدا میکرد. صدای آوازش تو صدای هلهله و سوت سربازای هندی گم میشد. زن مهره‌های گردنش رو انگار لغو کرد، چرا که گردنش افتاد و عین مار هی به راست و چپ گردش کرد. ابروی لنگه به لنگه انداخت. چقدر سرمه برای سیاه کردن دور چشاش حروم کرده بود. زن با گردن لق رو به سوراخ هی پس و پیش رفت. آهنگ نی تندتر شد. یک نوار لاستیکی که سر مار داشت از سوراخ قدلم کرد. شق و رق. زن دست دراز کرد و نوار رو کشید. هی کشید و کشید. نوار لاستیکی رو مثل یک مار طویل تو گوشه صحنه چنبره کرد. بعد مرد لاغری با ابروی پاچه بزی و سیبیل جوگندمی و کلاه سیلندر و لباس رسمی و چتری که توی دستش بود به صحنه اومد. نیزن همچنان نیشو میزد. زن دست دراز کرد و از سوراخ یکم آتاشقال درآورد. چوب و تخته و همون شنل قرمزی که مکمهون پوشیده بود و کلاه بوقی و قوطی و چکش و پمپ باد. حالا زن شد وردست مرد ابرو پاچه بزی. مرد مترسکی از چوبا ساخت و با نوار لاستیکی جای بدن و دستها و پاهای مترسک رو پوشوند. شنل رو انداخت روی دوش مترسک که سر مار داشت و کلاه بوقی رو گذاشت سرش. سیبیلی با چسب پشت لبش چسبوند. سیبیل تمام عرض صورت مار رو گرفت. یه علامت صلیب شکسته هم از زن گرفت و به شنل سنجاق کرد. بعد اومد سراغ پمپ باد و سر پمپ رو به پای مترسک وصل کرد و با نوای نی شروع کرد به باد کردن مترسک. مترسک هی بزرگ و بزرگتر شد. سرش، بدنش، دستا و پاهاش هی باد کرد. عجیب بزرگ شد. قسمت عمده صحنه رو گرفت و مرد هندی عمامه به سر مجبور شد بکشه کنار. صدای پشت سر زری زمزمه کرد. هیتلره. ناگهان بر طبل‌ها کوفتند. یه مرد چاق با چپق کوچیک که به گوشه لب داشت از جلو و عموسام و افسرای جور و جور شلیته به پا و بی شلیته، علامت داس و چکش به بازو بسته و بی علامت ریختن توی صحنه. هر کدوم یکی یه تیر کمون تو دست داشتن. اول شروع کردن به انگولک کردن مترسک. یکی از افسرها هی جلوشونو میگرفت و داد میزد نیت. بعد اون هم رضا داد و فریاد کشید خاراشو. بعد محکمتر بر طبل‌ها کوفتن. تیر و کمانها به کار افتاد و هر کدوم تیری به جایی از بدن مترسک انداختن. باد مترسک هی کم شد تا به کلی خالی شد. فسی کرد و افتاد روی زمین. جماعت هورا کشیدند و دست زدند و بعد نمایش‌های دیگه شروع شد. خب دوستان، امیدوارم از شنیدن فصل 3 رمان سووشون هم لذت برده باشید.
فصل سوم فقط شرح یک نمایش عمومی نبود، بلکه یه آینه ای از جامعه بود. جامعه ای که توی ظاهر سرگرم و آروم به نظر میرسه، اما زیر فشار اشغال و سیاست‌های بیگانه قرار گرفته. این فصل با ترسیم تضاد بین نمایش و واقعیت ذهن مخاطب رو آماده میکنه تا در ادامه داستان عمیق‌تر به ریشه‌های نارضایتی و مقاومت در جامعه آن روزگار پی ببره. برای شنیدن ادامه داستان سوبشون در روزهای آینده با من همراه باشید.